أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و محترم، سلام و عرض احترام. امروز 18 اسد 1405 مدیر صاحب محترم لیسه پسرانی علمیتو جناب رهیاب و همینطور اساتید محترم لیسه و دانش آموزای لیسه جمع و جماعت آمدیم به نمایندگی از همه معلمین و دانش آموزا اینجا در مسجد جامع رسول اعظم پهلوی مسئولین محترم بنیاد سازندگی امید فردا. هدفی که ما در علمیتو خوشبختانه پروژه هایی که روی دست داریم زیاده، در حال اجرایش ما در جریان هستیم که یک پروژه مکتب 40 دختران که بنیاد نعمت قاسمی در حال اجرایت، کارایش تقریبا 50% بیشتر تمام شده و همینطور پولی دهن دوره که از طریق با کمک خیرین محترم و شما با برنامه ریزی بنیاد سازندگی امید فردا کارایشی راه افتاده و تا اندازه هم پیش رفته و همینطور اگر بخواهیم که از بالا با پایین پروژه هایی که در حال اجرای در این منطقه ما اگر حساب کنیم، در کلینیک علمیتو قبلا هم شما دیدین در کلینیک صحی که یک دستگاه وارمری و یک همینطور تولید اکسیژن، یک دستگاه دیگری حدود 2 لک افغانی از طریق یک مؤسسه خیریه اینجا اهدا شد و همینطور بیش از 1 لک افغانی در پروژه سیستم آبرسانی و همینطور بهداشتیش به مصرف رسیده. خوشبختانه در مکتب لیسه پسرانه هم از طریق بنیاد محترم هما در حالی رنگش یک سری کارایشی صنفه ها رنگ شد و در آینده نزدیک چوکی هایی که حدود 60 پایه هم شاید که تکمیل شود و مورد برقراری قرار بگیره و همینطور در قریه سنگ صافی که یک پولی بسیار حیاتی بود که قریه سنگ صافی و دواویر به این طرف وصل میکرد، اونجا در حال کاره. خلاصه ای که ما خوشبختانه با کمک شما خیرین و با همکاری مردم محل، نهادهای محترم، همه دست به دست هم دادیم و در حالی پروژه های خوبی هستیم که واقعا نمونه و ما باید که از همه خیرین سپاسگزار باشیم. اینطور لیسه شایار سلطان علمیتو که یک پرینتر برش خریده شد و همینطور کامپیوتر و قرار در آینده های نزدیک برقش را هم از طریق آقای بهشتی اجراش نه و برق مکتب از او طریق رفع شود. ما اینجا آمدیم که برای سیستم آبرسانی و برق مکتب لیسه پسرانه علمیتو که بسیار ضرورت است و اولین پروژه‌ای بود که بنیاد سازندگی آمد در اول بهار اعلام کرد، اما کارش به صورت عملی تا هنوز شروع نشده. ما می‌خواهیم که امیر از مسئولین بپرسیم و با شما شریک سازیم اینمی برنامه امروز ما. شما در ادامه همراه ما باشید. تشکر. سلام به همه عزیزانی که در این محل مقدس جمع شدن و همچنین سلام به بیننده های عزیزی که این ویدیو را از هر جایی که دنیا هستن نظاره‌گران و مشاهده میتوانند.
غرض از خلاصه به همرسانی و تشریفی که آوردن یک جمع از استادا و پرسنل لیسه پسرانی المیتو و همچنین نمایندگان شاگردا از دوره لیسه، خدمت استاد گرامی دکتر الحاج طاهری که نایب امام مسجد رسول اعظم و همچنین رئیس بنیاد سازندگی امید فردا. هدف از آمدن ما و که در اینجا ما خدمت رسیدیم یکی بوده که ما قبلا درخواستی به بنیاد سازندگی امید فردا سپرده بودیم که در ارتباط تجهیزات برقی مکتب بوده که در اونجا سیستم سولاری امکان پذیر است و همچنین شبکه آبرسانی و که در سال قبل خلاصه درخواستی سپرده شده رسیده به بنیاد سازندگی و متاسفانه تا هنوز کدام اقدام عملی در قسمت صورت نگرفته، هرچند هیئت‌های بنیاد سازندگی امید فردا 2 مرتبه را به خاطر برآورد مصرف و هزینه خدمت رسیدن تشریف آوردند در مکتب، اما تا هنوز کدام اقدام عملی صورت نگرفته. یک سوال است که اکثریت از استادا و همچنین شاگردای مکتب از ما دارن به عنوان مسئول که احتمالاً بنیاد سازندگی شاید بخش معارف را در اولویت کاریش قرار نداره، اما با اونمو باور و اطمینانی که ما از دکتر صاحب طاهری، حاجی صاحب فیاض و همچنین سایر اعضای بنیاد سازندگی امید فردا داریم و وعده هایی که با ما سپردن فقط به خاطر مصروفیت هایی که فعلا داشتن و باز هم ما خدمت رسیدیم تا که برنامه ارتقای معارف و نیازمندی های معارف را هم در بین برنامه ها داشته باشند. همانطور که استاد احمدی فرمایش کردن فعالیت های خوب و چشمگیر در نقطه نقطه دیده میشه که واقعا قابل قدر است و ما تشکر می‌کنیم از همه خیرین و نیکوکاران که باعث رشد و اطلاع و پیشرفت جامعه و منطقه ما میشن و همچنین لازم است که بعضی مسائلی که در ارتباط معارف است ما خدمت عرض کنیم. اولا که لیسه پسرانی المیتو یک از مکاتب با سابقه، یک از مکاتبی که با نام و دستاوردهای خیلی خوب و قناعت بخش بوده، متاسفانه از لحاظ امکانات در حد صفر است، یعنی قابل مقایسه با هیچ یک از مکاتب لیسه جاغوری نیست که واقعا جای تأسف است و این بیانگر ای است که مردم کمتر به معارف اهمیت دادن و کمتر به فکر معارف بودن. و مورد دیگه ای که لازم به ذکر است، متاسفانه در فضای مجازی یک مقدار منفی بافی متاسفانه در ارتباط مکتب وجود داره که ما از عزیزان و از همه بیننده ها تقاضایی داریم که بیاین در یک فضای صمیمی، یک فضای خودمانی با هم صحبت کنیم. مشکلاتی که در مکتب است او را میشه که مثلا با تفاهم صحبت کنیم و راه حل برای اذن بسنجیم پیدا کنیم و ای که مثلا مکتب امکانات نداره واقعا ضربهش بیشتر خود شاگردان میخوره. پس به می اساس در این قسمت سنگ اندازی مخالفت فقط باعث میشه که ما مکتب پر افتخار لیسه پسرانی المیتو را دیگه فراموش کنیم و روی زو دیگه کار نشوه و آموزش با کیفیت نیازمند امکانات خوب اصلی است که اگر امکانات اصلی نباشد نمیتوانیم که آموزش با کیفیت را در مکتب نهاده نکنیم. بیشتر از این وقتی دوستان نمیگیریم. در این قسمت از بنیاد محترم سازندگی و اعضای محترمشان و همچنین از تمام خیرین نیکوکاران و عزیزان معارف دوست که
تا کنون را فعالیت های چشمگیر و زحمت های خیلی زیاد داشتن. واقعا تشکر و سپاسگزاری داریم و باز هم از همه عزیزان عاجزانه خواهشمندیم که معارف را فراموش نکنن. و السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام و ادب خدمت کلیه بینندگان محترم و تشکر ویژه داریم از رسانه سیمای جاغوری که منعکس کننده دردها، رنجها و مشکلات مردم هستند. همونطور که در فرمایشات جناب آقای احمدی استاد رهیاب گفته شد، در المیتو به فضل پروردگار در سال 1404 کارهای خوبی انجام شد که همه در جریان لازم به گفتن نیست و این سال هم کارهای متعددی شروع شده در جریان و در روزهای آتی و در روزهای آینده کارهای جدیدی هم بر فضل پروردگار انشاءالله کم کم شروع خواهد شد. یکی از پروژه های بسیار مهم ضروری مسئله مشکلات مکتبه. لیسه پسرانه المیتو مادر معارف المیتوست و سابقه نسبت به همه مراکز داره و بجز جاهای بسیار دور المیتو کلیه خانواده ها در اینجا سهیم و شریک بودن. لیسه خانه دوم فرزندان همین مردمه. نسل‌های قابل توجهی از اینجا بیرون شدن، امروز مرکز خدمتن و کارهای بزرگی را انجام میدن. بنابراین این مرکز به هر میزانی که خوب باشه، بهتر باشه، به صلاح مردم مایه، به صلاح جامعه مایه و به صلاح نسل‌های بعدی مایه، نسل‌هایی که تأثیرگذارترین قشر جامعه ماست. بنیاد سازندگی امید فردا در پروژه امسال خود، یعنی امسال 1405 کارهایی را در دست اقدام گرفت. بعضی های شروع شده، اما جز نخستین کارها همین مسئله مکتب بود. کارهایی که بنیاد سازندگی انجام میده دو قسمت داره. یک قسمتش توسط مردم انجام میشه، کارهایی که نیاز به کارهای بدنی داره و هزینه های سبک داره، اینها را مردم انجام میدن. همونطوری که فعلا در پول دهندوره در جریان است، کارهایی را که مردم انجام میدن در روزا مشغولن، با سنگشکن همکاری میکنن، با استاها همکاری میکنن، ماسه پر میکنن، یعنی اون کارهایی که توسط مردم شده نیست. منتها یک بخش دیگیش نیاز به هزینه های بالاتر داره که ایش از توان مردم ساخته نیست. روی همین علت است که ما بارها و بارها در چنین مواردی از خیرین و نیکوکارانی که در خارج از کشور هستند، از اینها خواسته ایم، تقاضا کرده ایم که این دست این مردم را بگیرن که انشاءالله این روند، یعنی روند ساخت و ساز بیشتر و پیشتر ادامه پیدا کنه. و همونطور که عرض کردیم یکی از نقاط بسیار محوری برای مردم المیتو همین مسئله مکتب است که دو قلمکارش نیاز به همکاری داره. یکی مسئله برق است که خیلی کارهای علمی وابسته به اوست و مسئله دوم آب هست که نظافت و مسائل دیگه به او وابسته است. ما امیدوار هستیم که انشالله هم با کوشش مردم و هم با عنایت خیرین این مشکل به زودترین فرصت برطرف شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزاریم از اعضای محترم بنیاد سازندگی فردا جناب استاد دکتر طاهری، حاجی صاحب محمدی و بزرگان و همینطور خیر مقدم میگیم خدمت معلمین و استادان بزرگوار مدیریت لیسه شهدای المیتو جناب آقای رهیاب، استاد اسکندری و همینطور بخشی از جوانهای محترمی که در صنوف بالای لیسه ذکور المیتو مشغول تحصیل و تعلیمن و متشکر از آنیم که خب عزیزان ما مدیریت مکتب و اساتید بزرگوار و متعلمین محترم به خاطر تبادل افکار و مفاهمه و مذاکره و سنجش یک راه حل در ارتباط با کارهایی که واقعا باید و شاید در مکتب انجام شود که ما هم آغازین پروژه‌ای را که امسال به اصطلاح رسانه‌ای کردیم و خدمت عزیزانمان در میان گذاشتیم، مسئله آب مکتب، برق مکتب و همینطور به خصوص دستشویی مکتب بود که خب به هر حال مورد نقد و نظر و تأیید و به اصطلاح حرفای متفاوت قرار گرفت. باز هم یک بار دیگه از همه معززین و سروران گرامی خواهش می‌کنیم که انشاءالله مکتبی که جای تغییر و تحول در یک جامعه یک و از پارسال یک بنیادی سازندگی و ساخت و ساز بسیار خوب و چشمگیر در جامعه ما رقم خورد، من باب این که به اصطلاح ما به عقب نرویم و به قهقرا بر نگردیم و همین روند حالا با شدت و ضعف پیش بره و هر سال ما حداقل به اصطلاح کارهای کوچک و یا بزرگی را در منطقه و دیار خودمان انجام داده باشیم. این بار هم باز دست نیاز خودمان را برای آبادانی نمی منطقه به سمت و سوی خیرین محترم، عزیزان گرامی که همواره در کنار مردم خود بودند، عاشق تحول در جامعه خود هستند. من باب یک نمونه دوستای محترم که شما هستین، خب چند پیش مادر گرامی این جانب به رحمت حق رفت و در ارتباط نظمو عزیزان گرامی ما که مثلا در جاهای متفاوتن بخشی از هزینه های ختم و خیرات مادر بزرگوارمان را که مبلغ 50,000 روپیه بود به خاطر نیازهای مکتب تقدیم کرد به اصطلاح به همین لیسه شهدای المیتو. همینطور هر عزیزی که به بهانه‌های مختلف به اصطلاح اگر به مقدار توان و عزمی که دارند انشالله دست مردم خود را بگیرند در کنار پول و پولچک سازی و مکتب و مدرسه و مسجد خودشان باشند، انشالله ما در آینده های واقعا خیلی نزدیک شاهد آبادانی، شاهد زیبایی سرزمین و دیارمان خواهیم بود. انشالله که عزیزان ما همچنان در کنار مردم خود میمانند و مردم خود را تنها نمیگذارند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان محترم، برادران المیتو مقیم خارج به خصوص، مشکلات منطقه را دوستان بیان کردند. جناب آقای احمدی، استاد رهیاب و جای استاد طاهری. بنده عرض خاص ندارم، نه عضو رسمی بنیاد هستم، ولی به عنوان یک فرزند المیتو تقدیر و تشکر میکنم از همه خیرین، همه دوستانی که در پروژه های مختلف عمرانی در سال گذشته و امسال سهم گرفتن. تقدیر و تشکر مجدد دارم. خداوند به همه خیرین عزیز خیر دنیا و آخرت عنایت کند. همونطور که دوستان فرمودن پروژه های مختلفی نیاز به همکاری داره، ولی به خصوص امروز بحث مکتب مطرحه که دو تا کارش کار اساسیه، مسئله برق و مسئله آبرسانی. امیدوارم عزیزان ما در سراسر دنیا هر کس به اندازه توان و ظرفیت خود
در این کارهای مهم و عام المنفعه سهم بگیرن. انشاءالله که این صدا به گوش اکثر برادرها برسه و همه به اندازه توان خود برای زادگاه، وطن و جای اصلی خود انشاءالله دست به دست هم بدیم، کمک کنن تا المیتوی ما بهتر از گذشته انشاءالله رو پیش و به ترقی باشه و ما و شما شاهد آبادانی و عمرانی این مرزبون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام به همه بینندگان و شنوندگان، مطالبی که باید خدمت برادران و خیرین منطقه باید صحبت میشد و مشکلات ها در میان گذاشته میشد صحبت شدن. اما چیزی به ذهن ما رسید که خدمت شما ای رو بیان کنم، اینه که تعداد زیادی از امی خیرینی که ما در خارج داریم از امی مکتب فارغ شده، در گوشه های از امی مکتب زندگی کرده و بوده و درس خوانده. خب تقاضایی که ما داریم از همه خیرینه که باید به این مکتب کمک کنه، از همه حالت تحقیری که داره بیرون بیایه. اما خصوصا همه عزیزایی که در گوشه های مکتب زندگی کرده، این مکتب به عهده از اونها یک حق مسلمی داره که یک زمانی که اینجا درس خوانده یک سهمی بگیره در این قسمت، کمک بکنه که همین مکتب از این حالت تحقیر بیرون بیایه. مکاتب دوربر ما همه دارای برق، دارای سیستم آبرسانی، خیلی منظمه، همه امکاناتش برابر، از دستگاه چاپ و پرینتر و کامپیوتر، همه اینها در همه مکاتب دوربر ما روبرا و مرتب شده. اما متاسفانه مکتبی که فراموش شده همین مکتب المیتویه. ما از همه خیرین خاص عزیزایی که در این مکتب خاطره ای داره تقاضامندیم که روی از همین دو موضوع که زیادتر رویش تکیه شده، که سیستمی برقش و مسئله آبرسانیشی، یک مقدار توجه بکنه و کمک خیرخواهانه نسبت به این مکتب داشته باشه. و السلام علیکم. وقتی دوستا رو زیاد نمیگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و احترام ویژه دارم خدمت تمام بینندگان محترم چینل سیمای جغوری که واقعا این چینل یک چشم بینا و مشکلات مردم المیتو شده در سرتاسر جهان. همونطور که فرمایشات آقای دکتر طاهری، جناب آقای رهیاب، جناب آقای جایس محمدی فرمودن، به حمدلله در 2 سال گذشته در منطقه المیتو کارهای بسیار مفید انجام شد، چه در بخش سرک، چه در بخش پول، چه در بخش خدمت شما شود، بخش صحت، بخش معارف. و امروز شاهرک اقتصاد و شاهرک رشد و ترقی جامعه معارف است و در کنارش صحت است. به حمدلله ما یک کلینیک بیسی که در المیتو داریم، به حمدلله با کمک خیرین از امکانات اولیه الحمدلله برخوردار است، چی از نگاه لابراتوار، دستگاه خدمت شما شود وارمر و همچنان دستگاه تولید اکسیژن و همچنان دستگاه گراف قلب که اینا با کمک خیرین اینا تأمین شدن و در قسمت پروژه آبرسانی زمین کلینیک الحمدلله کارشون رو به پایان است که انشاءالله کار کلینیک به نوع احسن پیش رفته. اما آمد راجع به مسئله معارف. معارف یک پایه و اساس جامعه ما شما، بناهن مهد علم و پیشرفت و ترقی جامعه امی معارف است، مکاتب است که به حمدالله در این سال گذشته مکاتب لیسه ذکوری المیتو به حمدالله رشد چشمگیر داشته و فرزندان خوب را در دانشگاه ها سپرده با نمرات عالی. بنیاد سازندگی امید فردا یکی از برنامه های اشد ضرورت بخش معارف است که در قسمت معارف تلاش های بسیار کلان را روی دست داره و انشاءالله در قسمت لیسه شایر سلطان، در قسمت لیسه ذکوری المیتو و اینا در قسمت برنامه برق و پروژه آبرسانیش که
یعنی اشد ضرورت است برای هر دو لیسه. انشاءالله تعالی را به کمک خیرین، به کمک شما سروران نهایت گرامی اقدام عملی خواهد شد. به امید خدا روزی شاهد آن باشیم که هر دو لیسه ما هم از نگاه برق، هم از نگاه بهداشت، هم از نگاه آب انشاءالله مشکلاتش رفع گردد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و احترام خدمت همه شما بزرگواران. صحبت ها زیاد شد، این جانب خلاصه عرض نم که کارهایی که کم و بیش شد همه در جریانه، ولی انشاءالله ما تقاضا داریم که این بار همونطور که بهارم شما در جریان قرار گرفتین، مو یک پروگرام آب و برق لیسه ذکوری المیتو بود. این بار نوبت همی رسیده، انشاءالله و تعالی دست همدیگر را بگیریم که امی کار را به سرانجام برسانیم. پیشا پیش از کمک همه شما تشکر. زنده و سرفراز و سربلند باشین. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت امامان دین، اساتید، ریش سفیدان و دوستانی که در این جمع حضور دارند و دوستانی که ما را از فضای مجازی در گوشه و کنار کشور و کشورهای خارجی میبینن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب سپاسگزاریم از بنیادها، اعضای بنیادها که در سالهای اخیر خدمات فرهنگی، تعمیراتی و علمی را انجام دادند. خب به حیث یک محصل در لیسه پسرانه المیتو ما شاهد بعضی از کموکاسی ها هستیم که در این سالهای اخیر واقعا صدمات بالخصوص خود را داشتند بالای شاگردان و محصلین. در قدم نخست که از جمله مهمتر که عبارت از برق، متاسفانه ما کدام سولری که بتونه پرینتر را روشن کنه، لپتاپ را خوب درست چارج کنه تا بتونه مضرریات های ضروری در روز امتحان و سایر ریپورت ها را به مثلا وزارت معارف و آمریت معارف اونجا ارسال کنه، قادر نیست که کار را انجام بده. به این خاطر ما از دوستا که ما را در گوشه و کنار کشور و همچنان در فضای مجازی میبینه خواهش عزیز داریم که ما را در این قسمت کز همکاری و کمک کنه. و همچنان در قسمت آب که اکثر شاگردان در وقت درس خواندن اونا تشنه میشه، باز برای ازی که بره از چا یا آب بنوشه کس وقت بسیار زیاد در بر میگیره و همچنان این قسم اذیت کننده و آزاردهنده برای اکثر شاگردان. خب میگه که با قول شاعر میگه که تو نیکی کن و در دجله انداز که عزت در بیابانت دهد باز. ما از دوستا این خواهش را داریم که خب در بخش علمی وقتی که یک فرد از همین جامعه المیتو خود را به یک جای بلند میرسانه، معمولا کسی سپاسگزار همزی مردم هستن و اونایی که در خارج در این قسمت کسی همراه کسایی که درس میخوانه همکاری و کمک کنه. نه که روز جنگلی آتش گرفت و یک گنجش که رفت از دریا آب را آورد با او جسامت کوچکی که داشت. از این گنجش پرسان کرد که چرا تو مثلا تلاش کوشش میکنی و آب میاری و بالای از آتش میندازی در حالی که هیچ درد را دوا نمیکنی؟ گنجش گفت من تلاش کوشش خودم میکنم روزی که خداوند متعال از من سوال کنه که زمانی که هم نوعای تو هم وطنای تو در آتش میسوخت تو چیکار کردی؟ پس ما همین قسم از خلاصه از برادرایی که در این جامعه فعلا هستن و اونایی که مقیم خارج از این جامعه هستن خواستار همی هستیم که کم و بیش کمک کنه، زیرا سخاوتمندی خودش یک صفته و اگر 100 افغانی داره حداقل 10 افغانی، 1000 افغانی داره مثلا 100 افغانی یا بیشتر و کمتر دارن حداقل کمک کنن که روزی برسه که شاهد یک المیتوی جدید و نوینی باشیم که در سراسر از ولایت غزنی و ولسوالی جاغوری کسان نام داشته باشه. و همچنان وقتی که منطقه المیتو رشد و پیشرفت و ترقی کنه نشان دهنده شخصیت درجه علمی همه دوستا چی در داخل و چی در خارج باشه می باشه. و ما افتخار میکنیم به دوستایی که از قبل هم خدمات و همچنان کمک های را با ما کردن و من الله توفیق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.